خب آقا بفرمایید. رکورده. بله آقا بفرمایید. چه خبر؟ خبر که سلامت زیاده هر همیشه. سری زیاده. همیشه آره. نه سر زدم به خانواده و میگم میوه آوردم، اون میرم خونه غارت میکنم علنا به خدا. اصلا دیدی یه چیزایی تو خونه مامان بابا پیدا میشه که تو هیچ وقت یادش بخیر. من یه بار با داداشم رفته بودیم دم یخچال، در یخچال رو محسن باز کرد، بعد مثلا نشون داده بود چی، طلای سفید چی بود، مثلا طلای سرخ فلان، زعفرون، مثلا آب زعفرون و طلای سرخ، طلای سفید عرق بوغناق، چه بدونم طلای زرد فلان. بعد شیشه ادویه و محسن اینا. برگشت اینجوری کرد به بابام، برگشت گفت خیلی پول داری. چطور؟ گفت چی دیالم طلا تو یخچال. آره اینطوری. آره یه سری زدم، چقدر پیشرفت کرده. جدی؟ بله آره. از چه نظر؟ ببین یه مقداری چون خب عقاید شخصی دیگه، ولی خب قوم خیلی پیشرفت محسوسی کرده از اون موقع که ما 10 سال 12 سال و خیلی بهتر شده. اینو دیشب هم گفتی، یه سوالی می‌خواستم ازت بپرسم. چی؟ دلیل پیشرفته چی بوده؟ چون ببین مثلا من دانشجوی سمنان بودم که میگن وجود نداره. وجود نداره. ببین اینجوری بود که دانشجوها خیلی به شهر مثلا رونق داده بودن. یعنی تو فکر کن مثلا تعداد کافه ها توی طی مثلا 1-2 سال خیلی زیاد شده بود. یکم نزدیکتر شو به میکروفون. آره گینش فکر کنم اومده پایین. اوکی. میگم به خاطر تعداد دانشجوها و اینا تعداد کافه ها مثلا توی یه بازه زمانی کوتاهی خیلی زیاد. میخوای یه دقیقه سکوت کن، صداشو زیاد کن، کات بزنم، اون گینشو ببر بالا. بالا ها. من فکر میکنم صدای خودم رو چون زیاد دارم میشنوم. آها اوکی. آره اوکی. منطقیه؟ آره منطقیه. کات میزنی؟ آره. یه دست میخوای بریم؟ نه کات که ادامه بدیم بریم. اوکی. خب آره چی داشتم میگفتم؟ گفتی که یه سوالی میخوای ازم بپرسی، از چه لحاظ؟ آره دلیل این که پیشرفت کرده فکر میکنی چیه؟ چون خب من دانشجوی سمنان بودم، اینجوری بود که خود مثلا راننده تاکسی ها به ما گفتن که واقعا دانشجوها باعث شدن که مثلا یه جایی رونق پیدا کنه شهر. مثلا از چه تعداد جهت؟ کافه های زیاد شد، بوتیک ها زیاد شد. ببین یه چیزی هست، حالا تو شهر قم که من پدر مادرم ساکن اونجا و اصالتا تبریزی هم، ببین یه چیزی هست، اینه که تفریح اون چنانی در شهر قم وجود نداره. شاید حداقل من اینجوری فکر میکنم، شاید هم اشتباه میگم. و مثلا تو خیابونا که میری هر 5 تا مغازه یکیش کافه است، یعنی یه قهوه است. بعد اکثرا همینجوری که قهوه داداش بیا، اصلا صحبت صد عربی کار رو بوستا اینا زیاد نیست، بخور بده، یعنی بیدار میمونی. قهوه دکه‌ای مثلا. آره. و از یه طرف دیگه ولی یه سری کافه‌های خیلی خوبم هست رفتم، حالا اسپانسر نداریم نمیگم اسمشونو، ولی نه ولی حالا جدا از چیز، مثلا خود زاهدینیا فکر میکنم شروعش از قم بود. زاهدینیا آره، ولی چقدر گرونه زاهدینیا قم به نسبت تهران، مثلا 2-3 برابر. یه آیتمش رو فقط دوست دارم، اونم سوهان نوشه. خیلی جذاب. ولی در کل آره مثلا اون شروعش از قم بود. آره اینا برای بخش اداییه. حالا تو فکر میکنی گفتی پیشرفتش سر چی بوده؟ پیشرفتش من فکر میکنم اون چیزی که فکر میکنم خیلی پیشرفت کرده از نظر فرهنگیه. آره یعنی دیگه آدما به هم کمتر گیر میدن، مثلا عقایدشون رو نمیخوان تحمیل کنن خیلی به هم. در حالت کل فکر میکنم جامعه به این سمت داره میره. شهر مذهبی قم در حالت کلی. مشهد هم اینجوریه، ولی خب شهر توریستی هم هست از یه جهتی. ببین قم هم مثلا برای این ماجراها هیچ توریستی، مثلا اطراف قم چند تا روستا مثلا فوجرد، دستشرد، کهک، مشهد اردهال، اینا خیلی نزدیکن، اونا جالبن. خب که مثلا چی بود، آب انباره.
خود سمنان هم اینجوریه، خود شهر جالب، ولی مثلا شهر میرزاد داره. ببین مثلا شب، مثلا تو یادم میاد این تصویر رو، یه پارکی بود، هستم هنوزم، بوستان علوی، بغل پارک بولوار القدیر، بوستان علوی همچین چیزی. بعد ما اون موقع 3 تا پسر رفتیم اونجا و به ما گیر دادن که چرا اومدید پارک. و من سوالم بود که آقا یعنی چی، چرا اومدیم پارک، چه معنی میده؟ میگم خیلی بهتر داره میشه. میگم من دانشجو بودم مثلا صلیب مینداختم گردنم، 1-2 بار مثلا جلومو گرفتن مسیحی فلان، نه آقا دوست دارم میندازم. نه دوست دارم. ولی اینجوری بودن که نه بنداز تو، مثلا بیرون لباست نباشه. نه ببین یه سری چیزها حالا مثلا اینجوری بود که گیر میدادن. مثلا 3-4 سال پیش ما خانوادگی، یعنی مثلا برادرم با خانومش، از اون طرف بچه ها با خانوماشون اومده بودن و توی بچه دار شده. ما رفته بودیم یه جا نشسته بودیم طبق عادت همیشه، و بچه ها گفتن یه جوجی چیزی بکنیم و شام بخوریم و که برنج گذاشته بودیم. رفتیم مثلا مأمور اومد نگاه کرد گفت خانواده اید؟ اونم اینجوری بود که مثلا اینجوری بودم که آقا خب نباشیم، چرا باید بیای تو پارک، چی میخورید؟ اوکی اونو میفهمم که آقا مشروب خوردن در ملعب، ما که نمیخوردیم. هر جای دنیایی اون دیدی ایده که بشی تو پاکت کاغذی مثلا. ولی ببین اینجوریه که نه ما سر صدایی داشتیم نه چیزی و اومد گیر داد خیلی علنی. حالا کار ندارم، ولی خیلی از نظر فرهنگی یعنی این وضعیت بهتر شد به شدت. تو خود تهران هم آدم اصلا عجیب غریب، یعنی یه پیشرفت خوبی کرده، ولی هنوزم که هنوز اون عقاید هست، مستتر درش هست. سنت فکر میکنم، نمیدونم. ببین واقعا تنها چیزی که سعی میکنم زیاد بهش ورود نکنم، چون نمیدونم، بذار نگمش. آره گذر کنیم. موضوع چیه؟ امروز بی جهت میخوایم بریم به جهت یک موضوعی که من خیلی دلم میخواست حتی هفته اول بگمش، ولی گفتم بذار الان بگم، به اسم موضوع شکست. بله عجب. آره شکست ها خیلی جالبه. در چه زمینه ای مثلا؟ در هر چی. این شکست مثلا در روابط دوستانه، در روابط عاطفی، در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، چه بدونم با همسایت، حتی هر چیزی رو که تو دیگه فیلی هیچ راهی نداری، من میگم شکست. یعنی اونجا نقطه ایه که اسمشو من میذارم شکست و میگم تموم دیگه شکسته دیگه. خب خودت شروع کن برام مثلا مثال بزن. یه زمینه مثال چه شکستی داشتی که یادت مونده میشه؟ چون قاعدتا اونایی که یادمون میمونه خیلی شاید مطرح. ببین مثلا بزرگ بوده که تو ذهنت. ببین یه چیزی از خب من در طول تمام زندگیم کلا جز داداشم که خب دوست صمیمی من بوده و خب اختلاف سنی 1 ساله داریم، من هیچ موقع اون چنان دوست صمیمی نداشتم، هیچ موقع. مثلا تنها دوست بعد از این همه مدت تویی. خب قبل از اون چرا داشتم ولی فیل داشتم. میخوام فیلا رو بگم. ببین آخه من در مورد شکست‌های خودم هم زیاد حرف نمیزنم. از چه تاریخی؟ خب بذار من برات اینجوری یه ذره از زمانی که فهمیدم دیگه. مثلا میگم تو خب وقتی دبستانی هستی مثلا یه همکلاسی خیلی مشتی مثلا پیدا می‌کنی که همش دیگه 24 با همین. یه لحظه خب آره بعد مثلا تو فکر کن دیگه تا 4م دبستان مثلا 5م دبستانی رو می‌بینی با همین. آره. نهایتا مثلا بزرگترین اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که تو مثلا برای راهنمایی مدرسه تو عوض می‌کنی، از اون جدا میشی. خب اونم برای زمان خودش صمیمی محسوب می‌شده دیگه، ولی خب مفهوم رفیق از وقتی تو ذهن تو شکل گرفت، میخوای بگی که مثلا از اون موقع چند دوست. آخه ببین من اینجوری بودم که من خیلی از حرفایی که تو دلم بود و به کسی نزدم و احتیاج داشتم به یه آدمی که بهش بزنم.
و خب به داداشم نمیتونستم بزنم، نمیدونم چرا، با اینکه خیلی رفیقم بودیم. و مثلا دوستای صمیمی، من یه دوستی داشتم به علت اینکه من از تهران، یعنی از قم مهاجرت کردم به تهران، دیگه دوست نبودیم. محمد امین. آخه این خیلی وقت بود مونده بود. بعد و دیگه دوست نموندیم، یعنی مثلا تلاش هم کردیم ما 3-4 ماه اول، ولی دیگه نمیشد دیگه. از دل برود تمرین که از دیده برود. نه اونجوری هم، ولی برای من اینجوری خیلی پیش اومده، یعنی به علت مسافت یهو شده که خیلی از دوستامو از دست بدم. ولی خیلی جدی من اینجوری شدم که آره این تموم شد. مثلا دوره دانشگاهم شروع شد، 2 تا دوست داشتم، اسم نمیبرم شاید دلشون نخواد، ماجرا که میخوام بگم جالب نیست. بعد و من خیلی از رازهای زندگیمو به این 2 نفر گفتم و اینها نشد دیگه. یه چیزی هست نمیخوام بگم، این یعنی فیل دیگه مثلا. آره نشد در زمینه رفاقت. آره من داشتم، خیلی هم دلم پره ولی نشد، اب نداره. یا مثلا بعد از اون ماجرا من 2 تا دوست صمیمی دیگه داشتم که اونا هم اسمشون رو نمیگم. همه زندگی من با این 2 نفر بودا، یعنی تمام جیکو پوکم من درد و دل میکردم با اینا و نشد. یعنی چی؟ ببینم برای من میک سنس میکنه. آره یه چیزی هستش، خودم میدونم یه چیزی هست که دلم نمیخواد بگمشونو. این نشد یعنی که خب ما دیگه دوستی رو با هم ادامه ندادیم دیگه، تمام شد. خب ببین، خب این توی ارتباط مثلا رابطه عاطفی هم ممکنه پیش بیاد. ولی یه پیش زمینه‌ای داره دیگه، یعنی من به چه دلیلی دیگه فکر میکنم که نمیتونم با تو ادامه بدم؟ حالا تو رفیقمی یا مثلا ببین پارتنرم. خیلی سخته در مورد این حرف زدن برای من حداقل. منی چون خب خیلی دوستای کمی داشتم. فیل به نظرم این شکلیه برای من که شکسته تو دوستی دیگه از یه جایی به بعد تصمیم میگیرید همدیگر نبینید دیگه، دلتون نمیخواد با هم وقت بگذرونید. مطمئنا یه سری اشتباه هم من داشتم، یه سری اشتباه هم اون آدمه داشته، طبیعی هم هست خب، ولی دیگه نمیتونم بگم، به خدا نمیتونم بگم، خیلی دارم تلاش میکنم. پس چرا این موضوع رو انتخاب کردی؟ این موضوع رو انتخاب کردم به خاطر اینکه یه چیزی رو توش بگم، اینکه خیلی از ماها خیلی شکستایی داریم که نمیتونیم در موردشون حرف بزنیم. برای همین اصلا این موضوع رو آوردم وسط که شکست این شکلیه. یا مثلا در رابطه عاطفی به وفور شکست هایی داشتیم که وفور که نه دیگه، وفور نبوده. ببین آقا وفور خیلی چیزه. آره به خدا بعضی وقتا، حالا الان که داریم صحبتشو میکنیم وسط صحبت به خودم میخوام بگم شادش کن ول کن اصلا. نه موضوع از ریشه دار که موضوعی که انتخاب کرد. آره به فیلایی که تو زندگیت داشتی. آره دیگه مثلا در جوری این فکر نکن که بخوای شادش کن. آره و مثلا یه جایی بوده تو زندگیم که از نظر رابطه، در رابطه احساس کردم من وارد یه شکست سنگین شدم و گفتم من دیگه نمیتونم وارد رابطه شم. یعنی هر چیزی که فکرشو میکردم من سالم در بدنم دارم ریخت، همه چی. فکر میکنم واسه هر آدمی شاید پیش بیاد و اصلا باید پیش بیاد. من نظرم اینه. ببین جنسی که واسه من پیش اومد یه ذره به نظر خودم جنس عجیب غریبی بود. من دیگه مثلا فکر کن من یه آدمی که وزنم مثلا حدود 82 کیلو بود رسیدم به 60 کیلو عرض 2 ماه. 60 مثلا 2 کیلو بودم.
و علنا هیچ چیزی نمیتونه. من قشنگ یادم اون روز اون تصویری که تو ذهنم هست و از یه کافه توی مرکز شهر اومدم بیرون، اسمش هم نمیگم که الان جمع شده، کاش دوباره بیاد. و من از اونجا، یعنی از زیر پل کالج تا مترو فردوسی که تقریبا فکر کنم همه فهمیدن چه گفت. نه 4-5 تا کافه از گم شده. من با صورت میخوردم، قلبم میگرفت، چشام سیاهی میرفت، میخوردم زمین، بلند میشدم، خودم میتکوندم، با همون گیجی دوباره راه میرفتم، تپ دوباره. و یه آقای اومد جلو گفت آقا خوبی؟ گفتم دست به من نمیزنی، من خودم باید باشم. اینجوری بودم که این کاری که خودم کردم در حق خودمم باید از پسش بر بیام. و دلم میخواست در مورد اون با یه نفر حرف بزنم، یه نفر بگم که آقا، و با بعدها در موردش حرف زدم، بعدها با آدم‌های دیگه‌ای یعنی مثلا اون ماجرا تموم شده بود، 3 سال گذشته بود و بچه‌ها بهمون گفتن تو چقدر در مورد این حرف میزنی. یعنی دوستایی که حالا دوست صمیمی بودم که اونها هم نشدن، یعنی حتی تو اون دوستیه نشد این رابطه. و من اینو مووان کردم و خیلی الانو که توی چه بازه زمانی؟ دانشگاه بودم دیگه. نه منظورم اینه که چقدر زمان برد که مووان کنی؟ 2 سال. نه این زیاد بود. ببین من داشتم 2 سال من ترکیدم، من چیت دیدم و ریختم قشنگ. ولی مثلا توی بازه منم 6 ماهه منم اونو دیدم تموم شد واسه من. که مثلا من با یکی که اون آدمم میدونه من ازش خوشم میاد، واسه دیروزش دوستی خیلی چیز و ما دیروزش گفتیم آقا ما دیگه با هم کار، اون گفته من دیگه با تو کاری ندارم، به روز نرسیده رفته با یکی دیگه، به چیته دیگه. این علنا نیست، میپذیرم. و خیلی برام عجیبه این ماجرا که این آدم اصلا با من نبود، یعنی اصلا این کاری دارم خیلی اذیت شدم، دردم اومد. بخوام نیمه پر لیوان رو نگاه کنم اینجوری هم که این فیلا، این شکستا خب بی ثمر هم نبوده، یعنی درس داره طبیعتا. ببین یه چیزی هست و همینا شاید که شخصیت تو رو در ادامه شکل میده. ببین یه چیزی هست تو شکست، من فکر میکنم اگر اینها نبود من الان اینجا نبودم. دقیقاً هم. اگر اینها نبود من الان اینجوری فکر نمیکردم، اینجوری حرف نمیزدم، اینجوری رفتار نمیکردم، اصلا همشون. ولی باگ بزرگم این بود که واقعا اون موقع اینجوری بودم با من هیچ بدی نکردم به کسی. منم خیلی این حس بهم دست. یعنی حتی من تو اون دوره وارد رابطه احساسی یه دونه شده بودم که اون رابطه احساسی 1 هفته دوام داشت و دیگه از یه جایی به بعد من اینجوری کنم که مشکل از خود منه نه از اون آدم، میدونی؟ و خب این قضیه شکست بر من اینجوری بود که دیگه تمامه، دیگه هیچ راهی نداره که این برگرده به ابتدا، به اون قشنگی که در اول داریم. ولی در این دنیا مگه میشه آدم بدون شکست باشه؟ اصلا نمیشه. شکست ها باید پشت سر هم باید باشن تا آدم ساخته شه. مثلا همین میگن بچه رو بذار بخور زمین. آره مثلا یه آقای هست فکر کنم دکتر فرهاد مرادی کرمانی، یک که فوت هم کردن، یک مصاحبه ازشون هست. ایشون دانش آموخته فلسفه برلین از دانشگاه تو آلمان بودن، فلسفه غرب تو دانشگاه برلین خونده بودن. میگفت شما برای درک فلسفه، اگر اشتباه نکنم اسمشو چون واقعا زیاد خاطرم نیست، گفت شما باید برای درک فلسفه 4-5 تا شکست اقتصادی، اجتماعی، عاطفی، سیاسی، هر چی داشته باشی، مالی داشته باشی که بتونی فلسفه رو درک کنی. مثلا میگفت آقا شما بدون فلسفه، اصلا بدون شکست نمیتونی فلسفه. گفت یه آدمی از هیچ شکستی تو زندگیش نخورده، من چیه فلسفه رو بیام بهش یاد بدم؟ و جدا از این من فکر میکنم بعضی از شکست ها در موردشون صحبت کردن خیلی سخته و اصلا این اتفاق، این قسمت پادکست بر من اینجوریه که من میخوام در مورد اینا حرف بزنم که حالا جدا از من شکست های اجتماعی خیلی زیادی خوردم، شکست های عاطفی خوردم،
دوستانه بوده، مالی بوده. ببین بذار از آسان تر شروع کنم. از آسان ترینش بفرمایید. آسان ترین به نظرم توی زمینه اقتصادی دیگه هر کسی فکر میکنم به تعداد انگشتای دست حداقل تو زندگی شکست میخوره. به شدت فکر میکنم یعنی دیگه مرسوم ترین شکست ها برای آدم ها تو زمینه اقتصادی و مالی و بیزینسی. ببین مثلا مال من بزرگترینش که یادم مونده یه پروژه استارتاپی بود که 2 سال براش زمان گذاشتیم و در نهایت دزدیدن پروژه رو. یعنی نه اینکه بگیم نشد بیاریمش فلان، پروژه کاملا دزدیده شد و حالا توسط بقیه برای ابتدایش اصلا مال تو بود دیگه. دقیقاً پروپوزالش هنوزم که هنوزه تو آرشیوم هست، یه پروپوزال کامل، یعنی به یه نقطه هایی از وبسایت فکر کرده بودیم که اگر مشتری اومد این درخواست داشت مثلا چطور، و نشد. ولی خب میگم تو زمان زیادی براش میذاری، یعنی مثلا 2 سال وقت میذاری که یه همچین پروژه‌ای رو بیاری بالا. بله. و وقتی اینجوری میشه فکر میکنم یه خستگی میمونه، مفرطی توی بدنت میمونه. مثل قضیه اون ما یه دونه استارتاپ ما می‌خواستیم راه بندازیم با همکاری یک ارگانی که ما خوب سنمون کم بود، گفت شما بچه‌ها واقعا چی درک و اگر اون اتفاق میافتاد واقعا شاید بگم خیلی پیشرفت‌های بزرگی میشد و پروژه از دست ما در اومد، دزدیده شد از ما، طرح ابتدا همش. ولی ما هنوز اینجوری بودیم که هیچ موقع نمیتونید از رو پروژه ما کپی کنید، چون ما پروپوزال به هیچ کی ندادیم، فقط گفتیم بخونن، ازشون گرفتیم. طرف اون چیزی که یادش بود و پیاده کرده. قشنگ حیف شد، واقعا خیلی حیف شد. آره به خدا الان چند وقت پیش داشتم فکر میکردم یه سایتی اومده بود 1000 بده. سایت میاد فشار نه اینجوری بود که تو 1000 تومان میدادی، نگاه میکردی چند نفر دیگه 1000 تومان داده بودن. خیلی جالب بود. بعد من یه بار تو اینستا بهشون برخوردم، گفت ما اومدیم دیدیم بی پولیم یه سایتی زدیم اسم 1000 بده. الان فکر کنم باید بذاریم 100,000 بده دیگه. آخه میدونی به چه نقطه‌ای میرسه آدم. ببین من هنوزم که هنوزه مثلا 1-2 تا ایده دارم که فکر میکنم خب یه تیم جمع کنیم اینا رو بیاریم بالا، ولی انگار اون شکسته این اتفاقو تو مغز تو رقم زده که ولش کن. آره چه حوصله دردسر خیلی مثلا. ببین خیلی آدم‌های زیادی مثلا من بارها باشون مواجه شدم، خیلی هم زیاد، که این آدم واقعا پر بوده از شکست، پر بوده و آدم موفقی بوده. حداقل موفقیت رو من در این تعریف میکنم که آدم رضایتمندی بوده. دیگه این همه میگن مثلا فلانی، مثلا استیو جابز، نمیدونم کی، مثلا پروپوزالشو پیش مثلا 100 نفر برد، مثلا 99 نفرشون رفتن. نه ولی مثلا هیچ موقع احساس شکست. ولی اون 99 نفر نیومدن کپی کنن دیگه. مثلا یه همچین چیز در یه سری جاها پیش میاد، ولی من واقعا میگم تنها چیزی که ناراحتم میکنه در این ماجرا اینه که خیلی اتفاقهای بهتر اگر میتونست بیفته که اگر شکست‌های کمی بود. من خیلی دلیل شکست‌ها رو ارتباطات میدونم که ماها شاید بعضی وقتا با آدم‌های درستی در ارتباط نیستیم. نمیدونم میگیری منظورم یا نه؟ همونطور که اونور کفه ترازو شانس هم همینجوری رقم میخوره، یعنی تو با یه آدمایی ارتباط برقرار میکنی که مسیر تو رو میسازه. آره مثلا چی میشه، مثلا انگشت پات نمیخوره به لبه مبلم یه شانسه، ولی شانس این که مثلا یه دفعه میری یه محله‌ای که همسایت یه کسیه که به کارت مربوطه، شانس دیگه. و آره پیش میاد از اینا. ولی در حالت کلی حالا من یه ذره موضوع شکست رو بیشتر باز کنم، این شکلیه که من احساس میکنم ما شکست هایی که داریم میخوریم خیلی بر اساس تعارفات شکل میگیره. چرا؟ چه شکلی؟ مثلا یه آدمی رو میبینی آقا خیلی هموای بید با هم، یه دفعه جرقه میزنید و میرید سراغ هم و با هم صحبت میکنید فلان همه کار. بعد از خودت میپرسی که آقا این آدم رفیق من میشه یا نمیشه؟ خب و اون آدم میگه بله. تو ذهن خودت جوابش، اون آدم در ذهن تو جوابش بله است. و میرید جلو، از یه جایی به بعد یه دلچرکینی پیش میاد، یه اتفاقی پیش میاد، یه موضوعی پیش میاد و هیچ موقع موضوع مطرح نمیشه.
و تبدیل اون دوستی به یه فیل می انجام میگیری؟ من با کلیت این قضیه مشکل دارم، به خاطر اینکه کلیت چی؟ ببین خود من، حالا اونم باز به منم یه نفر دیگه یاد داد این داستانو، آره. ولی اینجوری بودم که یه جایی بعد از اینکه این موضوع رو یاد گرفتم، اینجوری بودم که هیچ مشکلی، هیچ مسئله‌ای تو دنیا نیست که نشه با حرف زدن حلش کرد. آره. و خب من اگر از یه موضوعی مثلا رفیقم ناراحتم، اگر اون ارتباط برای من خیلی اهمیت داشته باشه، میرم باش مطرح میکنم، میگم آقا من سر این موضوع از دستتون ناراحتم، با به مشکل برخوردم، بیا حلش کنیم. من چی میشه که این اتفاق نمیفته؟ ببین من واقعیتش اینجوری هم که به یه دوستی داریم، حالا مسعود انشالله هر جا هست، خوب و بازیگر هم هست، خیلی هم بازیگر خوبیه واقعا. یه حرفی میزد، داشتیم صحبت میکردیم، گفت از فلانی چه خبر؟ گفتم دیگه در ارتباط نیستم. گفت اوکیه. منم اینجوری کردم، تو از فلانی چه خبر؟ اون گفت دست روزگار. میدونی این دست و موند رو من. الان هم مثلا یکی میگم دست روزگار. دیگه قسمت این بوده که حالا، ولی میدونم قسمت تا یه جایی بوده، میشد درستش کرد. مثلا من یادمه من از یه ماجرای خیلی ناراحت بودم، از همین ماجرای شکست در رابطه دوستانم با 2 تا از رفیقایی که مثلا بالای 10 سال من باشون دوست بودم و این آدما واقعا مثل برادر بودن برای من. همون جوری که من به تو میگم داداش منی، اونا واقعا اونا هم همینطور بودن. بدبختیامونو با هم کشیدیم. مثلا من یادم اون موقع ما میرفتیم سوپرمارکت، میشناخت دیگه ما رو، رب بزرگ میگرفتیم، گفت مهمونی میخوای بدی؟ واقعا بودجمون به خیلی چیزا نمیرسید و مجبور بودیم با یه وعده خودمون رو نگه داریم. بعد میرفتیم تو اونجا و من یه اتفاقی افتاده بود که نمیخوام بگمش و این رابطه کم شده بود و از بین رفته بود. فکر کنم من از این آدم 1 سال 1 سال نیم 2 سال خبر نداشتم، بعد رسید به 3 سال و خیلی ناراحت بودم. 3 سال هیچ زنگی بین من و این آدم برقرار هم نشد و رفتم پیش داداشم محسن، داشتم صحبت میکردم، گفتم محسن رفیق میتونه اینجوری باشه؟ یه حرفی زد خیلی برام جالب بود. گفت ببین رفیق نهایت بتونه 1 هفته از تو خبر نداشته باشه، روز 8م زنگ میزنه با فوش، میگه کجایی فلانی فلان شده، باش بیا ببینم حتی اگر ناراحتم باشه. نمیتونه. خودش میگفت 1 روز 2 روز نهایت 1 هفته و نمیتونه. هر مشکلی باشه میایید میشینید گریه میکنید، میزنید تو سر هم، فوش میدید و هم دعوا میکنید فلان و حل میشه. و یادم من بچه بودم یه رفیقی داشتم، علی خراسانی. آره من خیلی با این دوست بودم، همیشه 24 مثلا میومد دم در خونه ما اینا. یه بار ما دعوای سنگین کردیم با خودم با اون، بعد داداش منم پشت من در اومد، طبیعتا یه سری بچه‌ها پشتم در اومد و مثلا فکر کن دست منو زد، با آجر میخواست بزنه، دست منو زد، منم مثلا اونو زدم فلان، دست من چیز شد، زخم شد، اون سرش زخم شد، پای زخم شد، همه اینا. فردا گفتیم چه خبر خندیدیم رفتیم. یعنی من اون دوستی دوره بچگی که با یک دعوا تموم میشد خیلی بیشتر دوست داشتم تا چیزی که الان دارم میبینم، تا الان باش مواجهم. یعنی شاید موضوع این قسمت رو بذارم شکست در دوستی حتی. خب و کلیت ماجرا این شکلیه که من نتونستم، یعنی بارها هم با اون 2 تا آدمی که میگم، من اون 2 تا آدمی که بحثشون رو میشناسیشونم دیگه، اسمشون نمیخوام بگم، اینجوری هم که من بارها هم تلاش کردم با اینها دوباره دوستیم رو برگردونم، ولی احساس میکنم نشده. من تلاش کردم، از اون سمتم یه تلاشایی بوده، ولی این که ما بشینیم اینجوری به ماجرا نگاه کنیم که چه خبر، آره فلان، یعنی یه آدم مهمونه، رفیقمون نیست دیگه. اینجوری نیست که چه خبر، چیکار می‌کنی، حالا بیا بشین مثلا فیلمی ببینیم فلان، پاش بریم بیرون. این دیگه مکالمه رو ما نداریم با هم و این ناراحتم میکنه، میدونی؟
و میدونم دیگه اون دوستی بر نمیگرده، عمرم در هیچ صورتی بر نمیگرده. خب ببین همونطوری که توی مثلا حالا مبحث قبلی داشتیم صحبت میکردیم که تو بیزینست مثلا به یه شکستی میخوری، بعد خستگی میمونه رود و حال دوباره شکل دادن به بیزینس اینم همونه دیگه. دقیقاً تو اینجام صدق میکنه. یعنی تو وقتی یکی دوتا شکست، مثلا میخوام بدونم، مثلا من رفیقی داشتم که مثلا یه اکیپ 4 نفره بودیم، ولی مثلا توی اون اکیپ من با این بیشتر مثلا اوکی بودم و دقیقاً همون یه دونه از یه جایی بعد متوجه شدم که چه جاهایی به دروغ مثلا حتی سرم کلا گذاشته، دورم زده، پیچونده منو، چقدر سوء استفاده کرده. دوست ندارم منم اینو و اصلا مونده بودم که چه جوری میشه این اتفاق بیفته. ببین سخته. من واقعیتش اینو میگم که آقا من دلم یه کسی رو میخواست. ببین آدم مثلا وقتی رابطه خیلی سنه، رابطه در دوستی یا هر چیزی میره بالا، وقتی میای بیرون از این رابطه، یه کلیپ بود میگفت از این رابطه طولانی اومده بود بیرون، طرف میگشت میگفت رنگ مورد علاقم آبیه، فلان غذا رو دوستم، همینجوری تون تون داشت میگفت اینا رو شنیدی؟ یعنی و اون حسه اینجوری بود که من دوباره باید این مسیر رو طی کنم. بزرگترین چالش شروع یک ارتباط جدید اینه که بخوای خودت اول بشناسی. مثلا فکر کن یه آدمی در 30 سالگی میگه من 15 سال با این آدم رفیق بودم و رابطه‌ام به هم خورد. این آدم دوباره کی باید یه دوست جدید، من که با خودم رو میگم، مثلا میگم من کی باید یه دوست، این حرف ماده دیگه، با من کی باید یه دوست جدیدی پیدا بکنم که با اون آدمه به اندازه رابطه این بخوام باشم. این نصف عمر من بود. من چقدر باید با این دوستی کنم که بشه نصف عمرم؟ میدونی اگر من در 30 سالگی با این آدم دوست شم، شاید در 60 سالگی بشه نصف عمرم دوستم با این آدم. آره مثلا 15 سال، من 45 سالمه بعدش. تو الان داری مثلا دوستی که بالای 10 سال باشه؟ دوست دارم، رفیق نه ندارم. نه من دارم هنوز این رفیق. ببین مثلا من از دوره دانشگاه هم مثلا دوست هنوز دارم، یکی دوتا، ولی از اون جمعیت، ولی یه دونشون هست که مثلا بگم ما نمیشه زیر 1 هفته با هم حرف نزنیم. یعنی اینجور. سلام میلاد دانشگاه هم دانشگاه میلاد از زمان دبیرستانه، یعنی اون دیگه میره رو 15 سال. یا مثلا صادق هم اینجور. سلام صادق. ولی اینی که بهت میگم، حالا شاید دوست نداشته باشی اسمشو بگم و دورم هستیم، یعنی می‌خواستم اینو بگم که به این مطلب برسم، مسافت تأثیری نمیذاره. یعنی بهت بگم ما 10 سال همدیگه رو ندیدیم ولی هر هفته با هم صحبت می‌کنیم. نمیخوای بگی هدیه جان هم کلاسی دانشگاه پیش میاد دیگه. آدم ببین مثلا پیش میاد واسش که یه همچین اتفاقی میفته، ولی حیف باشه. چی بگم اصلا تو این واژه فقط میتونم بگم حیف باشه. میتونی به جرأت بگی صدتو گذاشتی که باعث نشده مثلا این اتفاق افتاده؟ آره با قطعیت فکر نکنم. من یادمه 100,000 تومان. تو نمیتونی از سمت خودت، مثلا تو از زاویه دید اون اگر نگاه کنی، شاید تو هم یه جاهایی باگ داشتی، یه جاهایی مثلا. ببین اینو بهت بگم، 100,000 تومان تو کارتم پول بود، گفت پول کم دارم، گفتم من 100,700 تو کارتمه، ما تراکنش 100 تومان بود، 100,600 براش ریختم. میتونم بگم نمیتونم بگم؟ خب اوکی، خودم از این اتفاق زیاد اینجوری بود که آخه اینو قبول داری همیشه خوبی‌ها بیشتر به چشم میاد تا بدی‌ها. نه ببخشید برعکس گفتم، یعنی تو یه کار مثلا اشتباهی بکنی اون خیلی بولدتره تا کارهای خوبی که کردی. زنگ می‌زدم گفتم غذا خوردی؟ رفیقم غذا خوردی؟ گفت نه حاجی. اون چیزی داری؟ والا نمیدونم فعلا پولمون ندارم، شاید حالا یه کاری بکنم. از خونه متریال می‌بردم میرفتم اونجا غذا درست می‌کردم می‌خوردم. آره اینجوری و درد داره. آره درد داره. حیف باشه. آره داره مال خودم یادم میاد خیلی. آره
ولی در نهایت به این نتیجه میرسیم که درس داشته دیگه. یعنی من همیشه اینجوری هم که ببین اصلا همون توی رابطه بخوای بگی توی ارتباط عاطفی من دلم میخواد برگرده هنوز. آخه نمیشه، مگه تو آدم 10 سال پیشی؟ میدونم نمیشه ولی اصلا ببین اصلا یکیش مسافت میتونه باشه، یکیش دلچرکینی میتونه باشه، ولی یکیش میتونه این باشه که تو دیگه با یارو اصلا هم وایب نیستی. یعنی اون میشینی پاش میبینی آقا من حرفا اینو نمیفهمم، این یکی دیگه است. شاید بفهمم. ببین خیلی من برای خودم چانس میذارم که شکست نخورم، میدونی؟ خیلی ببین من اینجوری بود که نمیدونم ولش کن، اصلا حالم خوب نیست. میخوای قطعش کنی؟ نه شب دارکی شد بچه. آره یکم تو حرف بزن من یه ذره چشامو بمالم. ببین توی من میخوام اینجوری چیز کنم، مثلا اوایل فکر میکردم شکسته، ولی یه جایی به بعد دید تازه‌ای نسبت بهش پیدا کردم. مثلا توی رابطه بخوام بهت بگم، مثلا یکی دو تا ارتباط مثلا پرسوراخ منظورم اینه که خیلی حفره، خیلی خلأ توش بود، اینا بود که خیلی منو اذیت کرد. تموم شدنش، مووان کردنش، همه مراحلش منو اذیت کرد. اما در نهایت نگاه میکنم میبینم که خب اگر این درس ها نبود ارتباط الان منو شکل نمیداد. یعنی من رفتار شاید مثلا یاد گرفتم توش، رفتار مخصوص به اون شرایط رو. توی رفاقت هم فکر کنم همینه دیگه. تو اگه جایی بعد اوکی خیلی ممکنه دوباره مثلا بذاری واسه طرفا، ولی اینجوری که اول یه سنگ محکی برات داره. بزرگ شدیم دیگه، همینو میخوام بگم. مثلا شکست هاست که مثلا آدم رو بزرگ میکنه، بالا رفتن سن. مثلا تو یه آدمی رو که بذاری توی کلبه هیچ کس رو نبینه 30 سال زندگی کنه که تجربه ای نداره. یه چیزی هم هست، حالا این خیلی جالبه برای من، اینجوریه که آقا من پیش خودم میگم، من یادمه که خب یه رفیقی داشتم موقع دبیرستان، ما هرچی تست بر بازیگری میدادیم رد میشدیم همه رو. و اصلا این برگشت به من گفت مشتاق بیا بی خیال شیم بابا، من چی آج ما به دردش نمیخوریم. و من انقدر تو این ماجرا استمرار پیدا کردم، شکست خوردم، من بازیگر بد نیستم من. میدونی اینجوری شدم بازیگر خوبی هم اتفاقا، چه بد بازیگر خوبی هم اتفاقا، چون زحمت کشیدم پاش. یه عالمه مثلا کتابمو خوندم، فیلممو دیدم، تمرینامو کردم، در کران رین شکست خوردم، یه دفعه بزرگ شدم و تبدیل شدم به آدمی که شاید الان مثلا در یک حوزه دیگه کمتر شکست میخوره. من احساس میکنم کلا موضوع شکست این شکلیه که تو اگر در چیزی شکست نخوری، حالا به قول تو میگیم درسشو نگیری، اون ماجرا دوباره برات پیش میاد. میگن طبیعت تکرار میکنه تا وقتی درسشو آره دوباره برات پیش میاد و دوباره شکست میخوری، تا زمانی که بدونی باید با این ماجرا چی کار کنیم. ولی داستان شکست برای من این شکلیه که من فکر میکنم آدم ها باید انقدر شکست بخورن بولت پروف شن و ضد گلوله شن، باید توی یه سری مسائل انقدر شکست بخورن، حالا اجتماعیشو میگم، سیاسیشو میگم، اقتصادیش، همه چی. اون آدمی که به قول یه حرفی میزد، میگفت آدمی که 5 بار ورشکسته شده احتمال ورشکسته شدن برای بار 6 هم داره، ولی برای بار 6 ممکنه ورشکسته هم نشه. اما کسی که ورشکسته نشده هیچ موقع پولدار نمیشه. میدونی قضیه اینجاست که باید یه آدمی یه بار ورشکسته بشه، دوباره بلند شه بشه، دوباره. این بود آدمی که من میدیدم اینو. این آدم، من سر زمانی که رسیدم سال 96، من به این آدم برخوردم. این آدم سال 96 21 میلیارد تومان بدهی داشت، با 200 میلیون میشد خونه خرید. سال 96 21 میلیارد بدهی داشت. شیط. اصلا تصورش برا من عجیب غریب بود این آدم. و چی شد پاس کرد؟ ببین هنوزم مثلا اون موقع که من دیدمش
هنوزم زندگی خودشو داشت، یعنی لاکچری زندگی میکرد تا یه حدی، ولی ماشین دیگه نداشت، ولی قشنگ میتونستی لباسشو، مثلا اون موقع کسی نمیدونست کارهارت چیه، این کارهارت میپوشید، سالومون پاش بود، مثلا زارا که حالا برند معمولی بود، مثلا اون موقع بالنسیاگا داشت، برند گرونیه، حالا با اینکه خیلی من دوستش ندارم، و مثلا چین گردنش چه بدونم کارتیه بود، ساعت دستش هنوز رولکس بود و رولکس اورجینال بود، با دیتیلش مقایسه که اورجیناله، $60,000 میارزه مثلا تو اون دوره، و اینجوری بود دوباره سرپا شد تو عرض 2 سال. گفتم چرا؟ گفت من سوراخشو بلدم، من راهشو بلدم. یعنی من اینجوری هم که حالا این بنده خدا که از تو فرشه من اگر 40 بار دیگه هم فلان شم، تو اینی نیست واقعا، گویش گفتنشه شیرین آوازه. آره من خودم هم ترکم. آره و اینجوری هم که آقا مثلا اینجوری بود که من یه بار دیگه هم بخورم زمین دوباره سرپا میشم، تو عرض 5 سال سرپا میشم. این مثلا اینجوری بود. من به نظرم مثلا یه بخشی آدم اومده رو زمین که این شکست ها رو تجربه بکنه. اصلا ببین یه چیزی بگم، یه جمله هست میگن معمولا اصلا زندگی رنجه، تو اصلا اومده این رنج ها رو بکشی، بدون رنج زندگی رنگی نداره. ولی به نظر من منطقیه. قول بهرام میگفت رنگ مهمه، حالا تر هر چی میخواد باشه. به رنجاست که ما رو میسازه، این رنج نرسیدن ها و شکست هاست که ما رو میسازه. حداقل منو اینجوری ساخته. قول بنده خدایی بود و آدم در محدودیت ها ستاره میشه، واقعا این شکلیه. یه بنده خدایی هم بود میگفتش که ببین تو وقتی این اتفاق مثلا برات میفته، خب یکم ادی نزدیکتر شو به میکروفون. انسان مثلا معمولی اینجوریه که خب درگیر احساسات اون لحظهش میشه، آره. ای بابا چرا این اتفاق، من چقدر بدبختم فلان میسال. ولی مثلا یارو میگفتش که اون من برتره، اون آگاه تره، اینجوریه که چرا این اتفاق برای من افتاده، این چه داستانی برای من داره، من بگیرم کچش کنم که دیگه مثلا تکرار نشه. من فکر میکنم، حالا نظر شخصی مونه که به نظرم گذشته باید در گذشته بمونه و آیندم چون نیومده باید همونجا بمونه. من الان میتونم از الان زندگی خودم خیلی لذت ببرم، ولی الان زندگیم شکست داره دیگه، میاد دیگه، چی کار کنم؟ من میتونم تا جایی که من جلوشو نمیخوام بگیرم، اصلا نمیتونی. مثلا یه آدمی میگم، مثلا من با یه آدمی دوست میشم یا هر چیزی، مثلا من میگم آقا من 100 میلیون تومان الان پول دارم، ایول پول دارم، میلیونرم، به قول دیگه میلیونرم. بعد من میلیونر بودن تو ایران مثلا حالا مثاله. بعد خب آقا یه دفعه‌ای طبق مثلا ماجرایی که دیدیم دیگه، مثلا دلار یه دفعه میشه از 20,000 تومان میشه 50,000 تومان، بعد میشه 100,000 تومان. من یعنی یه دفعه‌ای ارزش پولم میفته. من دقیقا اون کاری که با 100 میلیون موقعی که دلار 1000 تومان بود میتونستم بکنم، خیلی کار بزرگی بود. الان با 100 میلیون هیچ کار نمیتونم بکنم. خب پیش میاد و این شکسته برای من. اون قضیه چیز هستش که میگه ماها اگر بخوایم از گذشتمون درس بگیریم بازم عقبیم، یعنی حتی میدونیم چه اتفاقایی افتاده، میریم یه 4-5 تا چیز بولد برامون هست، این کارو بکنم این کار، یعنی خیلی کارهای دیگر ممکنه نکنیم، یکی ممکنه تأثیر داشته باشه. به خود من اینجوری هم که اگر من برگردم به گذشته 100 میلیون تومان الان پول داشته باشم که ندارم، حالا داشته به فرض، برگردم گذشته و 100 میلیون تومان رو مثلا یه چیزی بخرم، ممکنه این ارز مثلا بیت کوین هیچ تغییری نکنه، احتمالش هست. آره صد. آره دیگه این مثلا از شانس، مثلا تو قابلیت اینو پیدا میکنی که به گذشته سفر کنی و هیچ 100 تا بیت کوین بخری زمانی که مثلا 1 سنت برفرض. خیلی فاکتورها هست، ولی برگردی ببینی همونه اصلا پروژه جمع شده مثلا. آره یه دفعه کلاهبرداری در اومد، تو نمیدونی آقا با خرید من اینجوری شد، نه تو یه سری فاکتورها رو تغییر دادی. من حالا اینجوری هم که در حالت کلی فکر میکنم اگر حداقل خودم میگم، من اگر انقدر شکست نمیخوردم تو زندگیم،
شکست‌های سنگین. از نظر مالی من خیلی یه جایی شکست خوردم، از نظر اجتماعی شکست خوردم، از نظر اقتصادی، دوستی، رابطه، خیلی جاها. هیچ موقع نمیتونستم چیزی که الان اسمشو گذاشتم تا یه درصدی پیروزی، نمیگم پیروزی، سروایو من بشه. آره نه سروایو هم نیست واقعا. چرا دیگه؟ رضایت نسبی، رضایت نسبی. موفقیت خب حالا تعریفش واسه هر کسی متفاوته، ولی من اینجوریم که رضایت نسبی که الان دارم هیچ موقع برام پیش نمیومد. من این تصور رو دارم که فکر میکنم آدم ها باید شکست میخوردن که آدم های موفقی بودن. یعنی مثلا الان نگاه میکنید مثلا در سینما یه سری آدم بازیگر خیلی خوب داریم که خیلی هم مطرحن و سلبریتی هن، به قولی ازشون میپرسی میری تو زندگیشون میبینی اوه این آدمه چقدر شکست داشته. از انگاری رختکن بازنده بود پادکست تو دقت میکنی میبینی آقا این آدمه واقعا فول آف فیله، پر شده از شکست های عجیب غریب. یک دوتا چیز داشتم میدیدم همینجوری فکت داشت میگم مثلا تام هاردی یا مثلا کیانو ریوز اینا زندگی واقعا فاکتاپی داشتن. آره واقعا. مثلا من یا آدیشن تام هاردی رو اگر ببینید تو جنگل رفته و فلان و اینجوری هم که ببین آدم پر از شکست بوده، پر. یا مثلا دوین جانسون اون میگفت من نداشتم پول اونا. خیلی عجیبه و تو یه روی از زندگی اونها میبینی که مسابقه مهران مدیری رو دیدی میگه آره گشنمون. آره خیلی دارکه ها. آره. مثلا تو الان نگاه میکنی به زندگی هر جوری هم که میخوای قضاوتش میکنی، میگی مثلا یارو چه فلان 20 ساله، نگاه نمیکنی ببینی چه دهنی از یارو سرویس شده به اینجا رسید. این تو تصورت از این که مثلا اون آدم چی کشیده خیلی محدود تره و فقط روی الان اون آدم رو نگاه میکنی. با یه استادی داشتیم میگفتش که آقا 10 سال بعد هیچ کی چیزی از شما یادش نمیاد، شما هر کار که دوست دارید انجام بدید. خب و من دارم نگاه میکنم اینه که یکی از یه چیز خیلی جالبی پیش اومد. مثلا میگم آقا من منتظرم بازیگر معروفی شم، بنده خدایی بود که دوستامون گفت من منتظرم بازیگر معروفی شم که از بدبختیام بگم. میدونی چقدر اون آدمه چیز بوده، فکر اینو میکرده که آقا من موفق شم که از شکستام بگم، که آدما بفهمن محل گل و بلبل نیست. خیلی محل گل و بلبل نیست. یعنی همه ماهایی که شکست خوردیم دوباره بلند شدیم، شکست خوردیم دوباره بلند شدیم. مثلا من میتونستم 5-6 سال پیش واقعا یه سلبریتی خوبی باشم مثلا، ولی خب نشده دیگه. شانس من اینجوری بوده. من اگر همه کارهایی که تمرین کردم، سر فیلم برداری رفتم، اجرا رفته بود، من واقعا میتونستم یه سلبریتی بودم. ولی دست روزگار منو این کارو کرد که من الان یه درک بهتری نسبت به موقعیت و شرایط هم داشته باشم. شاید بگم الان شاید میتونم بگم بازیگر خیلی بهتری هم نسبت به اون موقع مثلا. میدونی به نظر فریز دائم داریم مثلا یارو دیگه فریز بشه بعد تا آخر عمرش دیگه بشینه؟ نه این امکان وجود نداره اصلا. یه جای بالاخره یه بوستری مثلا میاد یخشو آب میکنه که دوباره به مسیرش ادامه بده. یه جایی نیست، اون درون توه. من فکر میکنم مثلا خودت یه دقیقه نگاه کن، ما خودمون فکر میکنیم پیش اومده برای تو، میتونم بگم پیش اومده، تو نگاه میکنی مثلا داری یه کاری رو میکنی میگه آقا این آدمه چرا اینقدر احمقه، این فکری نمیکنی، یه تصور از اون، یه NPC مثلا تو یه گیم میبینیش اینو، این آدمه هیچ قوه تخیل تفکری نداره، آقا ببر دیگه اینو تموم کن دیگه. طرف ادامه میده و تو میگه آقا چرا مغزت کار نمیکنه؟ و اون آدم اینجوریه که نه من کار میکنم و این بهش بگی میگه آقا میدونم این هست، خیلی هم بیشتر از تو میدونم. خب بکن دیگه. نه من کار دیگه باشم. تو اونو نشنیدی ازش. من واقعا بعضی وقتا حالا موقع که نوجوان بودم، جوان تر بودم، هنوزم بچم ولی بچه تر بودم، اینجوری بودم که
مثلا چرا کار نمیکنه مغزشون. بعد یه بار جلوی همه اون تعارفان پا گذاشتم، گفتم آقا چرا انقدر احمق بازی در این کار؟ میدونم اینو، چرا فکر میکنی نمیدونم؟ چرا فکر میکنی من نمیفهمم؟ ولی من فکر میکنم نمیفهم. نه میفهمم. ببین چرا اینو بهت میگم، بذار اینو یه ذره بازش کنم واسه. من اعتقاد دارم که اون چیزی که تو اون لحظه داری میبینی و تجربهش میکنی و آنالیزش میکنی توسط مغزت، قرار نیست نفر بغل دستیت هم به همون شکل باشه. مثلا میگم تو یهو مثلا احساس خطر میکنی تو طبیعت، یه حیوانی اومده جلوت، بعد مثلا من داد میزنم که مثلا خرسه، میگم داد میزنم مشتبه بخواب، مثلا دستتو بذار رو گوشت، ولی تو اون لحظه انقدر ترسیدی در مواجهه با اون که این یه کار ساده است ولی مثل پنیک کردن میمونه. خب. مثلا من میگم آقا بیا این یخو مثلا بگیر به مال مچت، حالا دوستانی که پنیک میکنن این یکی از راههای خوبه، یخو مثلا به مال رو مچت فلان، نفس عمیق بکش فلان، ولی یارو اینجوریه که نه من صدای تو رو نمیشنوم، من دارم میمیرم. ببین اون سیستم بدنیش این شکلی داره عمل میکنه دی. تو نمیتونی مثلا کسی که افسرده است بهش بگی خب افسرده نباش، خب تو از بیرون داری نگاه میکنی. ببین تو از بیرون داری به ماجرا نگاه میکنی. مثلا اون آدمی که پنیک کرده شاید بدونه اگر یخو به مال اعلان درست شه، ولی اون لحظه نمیتونه این کارو بکنه. خب همین دیگه، دقیقا حرف من با تو همینه. انسان تو میگی یارو احمقه، مثلا این یه کار ساده‌ای، شاید اونم اون لحظه در مواجهه با اون کار ندونه که میتونه راحت این پیشنهاد رو ممکنه. ببین یه چیزی بگم، من فکر میکنم اگر یه انسان در لحظات زندگیش یه به خرد، نمیگم به خرد برسه ها، نه، یه جایی بتونه خودشو بکشه بیرون که آقا به زندگی ما از بیرون هم ببینه، نفر سوم آره بتونه اینجوری ببینه، فکر نمی کنم چیزی که داری میگی درست باشه. خب همه نمیتونن. نفر سوم واسه دوستانی که نمیدونن، ببین من یه تئوری هست میگه تو مغزت یه دونه خودتی، یه دونه کسی که باهاش بحث میکنی، یه نفر سوم که بیرون داره از بیرون داره نگاه میکنه، تو و خودت رو داره میبینه. خب سخته. ببین آلردی مغز ما همین الانش هم قدرت تمرکزش رو به خاطر حالا سوشال مدیا و اینا کم شده، اومده پایین و خیلی سخته تو در لحظه آگاه بشی به لحظه حالت. خب باشه در لحظه آگاه نشی، ولی یه جایی شب که میتونی در خلوت خودت یه آگاهی پیدا کنی. میپذیرم. میشه دیگه، و میتونی خودتو از جلوی اون شکست نجات بدی به نوعی، حالا اگر اون شکسته. ولی در حالت کلی اینجوری هم که شکست خوردنه توی مراحلی که ما داریم میگیم، شاید به نظر من شکسته، شاید به نظر اون شکسته. مثلا بود آدمی که گفتم آقا چرا داری اینو تحمل میکنی، باشم صحبت کردم، گفتیم به نظر تو شکست، من نیاز به یک حقوق کارمندی ثابت دارم، من نمیخوام. فهم اینجوری بودم راست میگه دیگه، برای من شکسته این و برای اون یک موفقیته، خیلی هم موفقیت خوبیه. تو با منطق خودت میگی که مثلا من سر کار تو شرکت دارم اذیت میشم، پس از اینجا میام بیرون، ولی اون مثلا منطقش میگه که نه من به این پول نیاز دارم و اینجا نمیام، یا من قسط دارم میخوام ماهانه قسطی رو پرداخت کنم یه فلان. برای اون شکست نیست. شاید برای من برم باهاش صحبت کنم بگی ببین عزیزم اصلا اینطوری تو فکر میکنی و من اینجوری فکر نمی کنم. من یه چیزی عقیده‌ای هم که دارم در این ماجرا اینجوری هم که بس به مسائل خودم فکر کنم، مثلا به مسائل بقیه فکر نکنم. من ماجراهایی که برای من شکست بوده ماجراهایی بوده که من سعی کردم که شکست نخورم. شاید خیلی جاها توضیح سخته، یعنی در دوستی و اینها که نه ها، ولی مثلا در مسائل مالی خیلی حواسم بوده که آقا شکست نخورم و اینو فلان، و شکست خوردم برای من، ولی شکست بوده با اینکه منفعت بردم از اون ماجرا. میدونی منفعتش حالا شاید مالی نبوده باشه آره مثلا شاید مالی نبوده باشه، مالی یر به یر داده باشم، ولی گفتم باید سود میکردم و شکست خوردم. مثلا این مثال مثلا چیز برات بزنم، کافه مثلا خب اونقدی واسه من آورده نداشت، ولی باعث شد مثلا با یه سری آدم آشنا بشم که اصلا یه رفاقت دیپی شکل بگیره.
میگم از نظر مالی آورده آنچنانی نبود، ولی معنوی معنویه. اصلا آره و ممکنه یکی از بیرون ببینه میگه آقا تو شکست خوردی، طبیعی هم هست. اینطوریه به نظر من. با اون جوابی که در موردش، آخه این موضوع شکست خیلی طولانی تر از این حرف هست. آره میشه، یعنی بخوایم ادامهش بدیم ادامهش میدیم، ولی خب دیگه از حوصله خارجه. شاید هم نباشه، قطع میکنیم شکستامونو برای هم تعریف. آره شاید اگر دوست داشتید بگید که در مثلا هفته‌های آینده ما به این موضوع دوباره بپردازیم. آها اینو میخواستم بهت بگم، حالا این تو پرانتز، دیشب بچه ها داشتن میگفتن، یعنی من این مشکل رو با 2 نفر داشتم، 2 نفر این رو مشکل میدونستن، میگفتن که اون لحظه که شما دارین بحث میکنید یه کامنتی تو ذهن ما شکل میگیره و مثلا دوست داریم بگیم و من اینجوری بودم که خب بگین همون لحظه اونو بنویسین. آره موضوع جالبه که خب آقا حرف دیگه ای سخنی نه دارک بود واقعا. آره دارک ولی خوب بود. خیلی خب آقا حرف دیگه ببندیم آقا، فکر میکنم خداحافظی. در نهایت جالب بود، دوست داشتم این اپیزود. خسته نباشی بچه‌ها. خداحافظ.